موشک‌هایی که به موشک‌های کشتار جمعی معروفن، مهماتی که فوق‌العاده خطرناکن. آسیبی که از بمب‌های اتمی و هیدروژنی وارد میشه در حد میلیون‌ها دلاره. به نظرم این موضوع میتونست یه موضوع جالب برای بررسی باشه. واسه همین امروز میخوام بهتون بگم راز این بمبا چیه؟ چرا اینقدر ویرانگرن؟ و اصلاً چطوری کار میکنن؟ بعضیا فکر میکنن بمب اتمی و بمب هیدروژنی یکی هن. اما واقعیت یه چیز دیگه است. برای خیلیا تقریباً یکی به نظر میان. تا حدی هم درسته، چون هر دوتاشون تو دسته سلاح‌های هسته‌ای قرار میگیرن. ولی اگه بخوایم درباره تفاوتاشون حرف بزنیم، اول باید بفهمیم قضیه چیه. سلاح‌های هسته‌ای سلاح‌های کشتار جمعی هستند که از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنن تا یه انفجار مهیب و مرگبار ایجاد کنن. انرژی هسته‌ای همون چیزیه که پشت اون انفجار بزرگ خوابیده. این انرژی توی هسته اتم‌ها قایم شده و فقط موقع واکنش‌های هسته‌ای آزاد میشه. اما حالا که هر دو تا بمب از انرژی هسته‌ای استفاده میکنن، پس فرقشون چیه؟ نکته اصلی توی نحوه انفجارشونه. بیایید با بمب اتم شروع کنیم. ظاهرش معمولاً یه چیزی شبیه اژدر کشیده و گرده. ظاهرش خاص نیست، ولی خطر اصلی اون تو داخلشه. برای اینکه اون انفجار هسته‌ای معروف اتفاق بیفته، یه واکنش خاص باید انجام بشه. واکنش زنجیره‌ای شکافت هسته‌های سنگین. چند تا عنصر سنگین هستن که میتونن وارد این بازی خطرناک بشن، اما معمولاً توی سلاح‌های هسته‌ای از اورانیوم 235 استفاده میکنن. شاید شنیده باشین که فقط این یکی رادیواکتیو نیست. اورانیوم 238 هم هست، حتی 234 هم داریم. این عددهایی که آخر این عنصرها میان همون ایزوتوپ ها هستن. یعنی چی؟ یعنی مدل‌های مختلف از یه عنصر. ولی خب نمیخوایم تو جزئیاتش غرق بشیم. چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم از یه مدل برمیاد، اورانیوم 235. برای اینکه یه بمب اتم بتونه نهایت انرژی رو آزاد کنه، باید حداقل 80% از اون چیزی که توش استفاده شده ایزوتوپ 235 باشه. برای همین تو ساختای بمبای هسته‌ای اورانیوم رو غنی‌سازی میکنن. ولی اگه این پروسه یه جا گیر کنه یا درست پیش نره، یه راه دیگه هم هست. میتونن برن سراغ ساخت بمب پلوتونیومی که پایش ایزوتوپ 239. ولی مشکل اینجاست که پلوتونیوم 239 تو طبیعت خیلی کم پیدا میشه. پس باید به صورت دستی ساخته بشه. خب حالا که با درون بمب اتم آشنا شدیم، سوال اصلی اینجاست: چطوری فعالش میکنن؟ قبل ادامه ویدیو اگه تا اینجای برنامه رو دوست داشتین با یه لایک از ما حمایت کنین. لایک شما کمک میکنه الگوریتم یوتیوب ویدیوی ما رو به افراد بیشتری نشون بده. پس خواهشاً یه لایک بکنین. ماجرا از اینجا شروع میشه که مقدار مشخصی از این مواد شکافت پذیر باید توی نقطه جمع بشن. به این میگن جرم بحرانی. اگه به این مقدار برسن، واکنش هسته‌ای شروع میشه و انرژی آزاد میشه. ولی برای یه انفجار واقعا ویرانگر نیازه که 4 یا 5 برابر اون مقدار فراهم بشه. چند روش برای این کار وجود داره، ولی من قراره از معروف ترینش بگم، یعنی روش انفجاری درونی. تصور کنید که یه بمب هسته‌ای یه توپ کوچیکه. داخل این توپ همه اجزای لازم برای یه واکنش هسته‌ای وجود داره، ولی هنوز به اون جرم بحرانی نرسیده. حالا برای رسیدن به این جرم بحرانی، یه انفجار هدایت شده از بیرون باید ایجاد بشه. اگه یه ماده منفجره رو دور بمب بچسبونیم و منفجرش کنیم و اگه درست انجام بشه، فضای داخل بمب شروع میکنه به فشرده شدن به سمت مرکز ضربه انفجار. چگالی اورانیوم یا پلوتونیوم داخل بمب بیشتر میشه و در نتیجه یه انفجار هسته‌ای شکل میگیره. اما حالا میرسیم به بمب هیدروژنی. تو این نوع بمب انرژی از طریق همجوشی ترموهسته‌ای آزاد میشه که یه واکنش انفجاری خیلی سریع و شدیده. همجوشی ترموهسته‌ای داخل محفظه بمب اتفاق میفته با کمک عناصری مثل دوتریوم و تریتیوم. عناصر سنگین‌تر دیگه هم میتونن همراه اینا باشن، ولی ماده اصلی و مؤثر هیدرید لیتیومه. خود هیدرید لیتیوم بمب رو منفجر نمیکنه، پس واضحاً به چیزی بیشتر از اینا نیازه.
این ماده با یه دستگاه هسته‌ای کم قدرت ترکیب میشه تا منفجر بشه و وقتی فعال میشه انرژی آزاد میکنه که باعث شروع یه واکنش انفجاری ترموهسته‌ای داخل بمب میشه. جالب اینجاست که برای بمبای هیدروژنی هیچ محدودیتی برای قدرت وجود نداره. یعنی حتی میشه یه بمبی ساخته بشه که کل حیات رو روی زمین پاک کنه. قدرت سلاح‌های هسته‌ای معمولاً با معادل TNT اندازه‌گیری میشه، چون TNT یه نوع ماده منفجره شناخته شده و معروفه. برای اینکه قدرت یه انفجار هسته‌ای رو بفهمیم، باید یه مقدار مشخص از TNT داشته باشیم که همون انرژی رو تولید کنه. معمولاً قدرت بمبا رو به کیلوتن و مگاتن اندازه‌گیری میکنن. حالا بیا چند تا نمونه از بمبا رو بررسی کنیم. اول از همه بمب معروف تزار. این بمب مربوط به نوع ترموهسته‌ایه، یعنی همون بمب هیدروژنی. قوی ترین بمبی بوده که تا حالا توی تاریخ بشر تست شده. قدرتش 58 مگاتن بوده. به طور ساده یعنی همینقدر TNT نیاز داشت که باید منفجر میشد تا بشه با قدرت این بمب مقایسش کرد. حالا میرسیم به بمبای هسته‌ای معروفتر، لیتل بوی و فتمن. اولین بمب یعنی لیتل بوی رو شهر هیروشیما در سال 1945 توسط ایالات متحده انداخته شد و قدرتش بین 13 تا 18 کیلوتن TNT بود. و دومی یعنی فتمن 3 روز بعد از اون اتفاق شهر ناکازاکی رو نابود کرد. قدرت این انفجار به اندازه 21 کیلوتن بود. تأثیرات حملات با این قدرت خیلی راحت قابل پیش بینی هن. اول از همه هرج و مرج و ویرانی که به خاطر موج شوک و تابش نور به وجود میاد. ولی یه چیزی هم هست که نه میتونی با چشم ببینیش، نه حسش کنی، نه بشنویش. داریم درباره پرتو صحبت میکنیم. پرتوهای رادیواکتیو یکی از عواملیه که بعد از انفجار سلاح‌های هسته‌ای به وجود میاد. 3 نوع اصلی پرتو یونیزه وجود داره: آلفا، بتا و گاما. همشون هم منطقه‌ای که انفجار هسته‌ای توش اتفاق افتاده رو آلوده میکنن. پرتو آلفا زیاد آسیب نمیزنه. لباس یه فرد میتونه به راحتی از تماس پرتو با پوست محافظت کنه. اما پرتو بتا یکم جدی‌تره و میتونه از فاصله چند ده متری آسیبای قابل توجهی وارد کنه. یکی از عواقبش میتونه سوختگی باشه و البته آب مروارید. اما در برابر اثرات پرتو گاما هیچ چیزی نمیتونه از انسان‌ها محافظت کنه جز لایه‌های ضخیم بعضی مواد مثل سرب و بتون که قدرت نفوذ بالایی دارن. پرتو گاما به طور مستقیم وارد بدن میشه و باعث آسیب میشه. معروفترین عواقبش مسمومیت، سرطان و آسیب به ژن هاست. در حال حاضر 9 کشور تو دنیا سلاح هسته‌ای دارن و این سلاح‌ها به تأسیسات خارجی هم منتقل شدن. اما با این حال بازم با کل قدرت زرادخانه هسته‌ای دنیا هیچ کس نمیتونه کل این سیاره رو نابود کنه. حدود 15,000 کلاهک هسته‌ای تو دنیا وجود داره که هر کدوم قدرت متفاوتی دارن. اما فرض کنیم که هر کدوم از این 15,000 بمب ظرفیت 500 کیلوتن داشته باشن. اگه همه رو بذاریم روی هم به یه سوپر بمب با ظرفیت 7500 مگاتن میرسیم. این یه انفجار با قدرت حدود 13,000 برابر کمتر از برخورد سیارک چیکشلوبه. برخورد سیارک چیکشلوبو که حتما میشناسین، همون سیارکی که باعث نابودی زندگی دایناسورا شد. ما تو کانالمون یه برنامه راجع به این موضوع داریم. اگه دوست داشتین روی این ویدیو بزنین و ببینین.